مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در استانبول به دلیل خواسته‌های غیر معقول و غیر مسئولانه هیئت پاکستانی بدون هیچ نتیجه پایان یافت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید با وجود حسن نیت جانب افغانستان، هیئت پاکستانی حاضر نشد هیچ مسئولیت امنیتی را بپذیرد و تمامی مسئولیت‌ها را به افغانستان سپرد. در همین حال خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید تا زمانی که از خاک افغانستان حمله صورت نگیرد، پاکستان آتش بس را حفظ خواهد کرد. اما خودش تاکید کرده است که این گفتگوها نیز بی نتیجه پایان یافته و حتی میانجیگران ترکیه و قطر هم از تعیین تاریخ تازه برای مذاکرات دست کشیدند. حالا پرسش بزرگ این است که سرنوشت روابط دو کشور به کجا خواهد انجامید و آیا جنگ نزدیک است یا این بار ترامپ وارد میدان میانجیگری می شود؟ سلام، به خبر ده از یک خوش آمدید. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم احمدشاه شکوهمند از استودیوی دو با ماست. سلام شکوهمند، چرا این مذاکرات بدون نتیجه به پایان رسید؟ آیا جنگ حتمی در پیش است؟ درود و وقت بخیر سادات. مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه که برای بار سوم در مجموع و برای بار دوم در استانبول ترکیه برگزار شده بود، از 2 روز قبل جریان داشت و اما شب گذشته گزارش‌هایی از بی‌نتیجه ماندن و تعلیق و توقف این مذاکرات دست به دست شد، روی هم رفته تا این خبر به دقت رسید و در واقع امروز حوالی ساعت 10 بود که ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان نشست خبری برگزار کرد و وضاحت داد که چرا مذاکرات میان کابل و اسلام آباد در استانبول ترکیه پایان یافته. آقای مجاهد اما قسمی که خودت در لید هم اشاره کردی، صحبت‌های مشخص و موردی در مورد آنچه در ترکیه اتفاق افتاد کرد و گفت که طرف پاکستانی طرفه رفتن و در واقع تلاش کردند تا سابوتاژ بکنن روند مذاکرات را و این مذاکرات به اساس آنچه خواسته های غیر معقولانه و غیر مسئولانه طرف پاکستانی از جانب آقای مجاهد عنوان شد به بی‌نتیجه پایان یافت. در همین حال بود که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم صحبتایی داشت حتی پیش از این که آقای مجاهد نشست خبری برگزار بکنه و گفت که نشست متوقف شده. حالا قطعیت و رسمیت این یافت که مشخصا گفتگوها پایان یافته و طرفهای میانجی هم دیگر حاضر نشدند و یا نخواستند تاریخ مشخص دیگری تعیین بکنند. حالا در این مورد که چه اتفاقی خواهد افتاد این است که خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان که با تندگویی و زورگویی در قبال موردهای اینچنینی معروف هست صحبتایی کرد و گفت تا زمانی که از طرف افغانستان حمله صورت نگیره پاکستانی ها حمله نخواهند کرد. البته پاکستانی ها خیلی ها هم در تعهدشان نسبت به آتش بس متعهد نبودند. از گاهی که حالا مذاکرات در جریان بوده که روز 5 شنبه 6 نوامبر هم در جریان این که مذاکرات در استانبول در حال برگزاری بود، پاکستانی ها و رژیم نظامی پاکستان بر اسپین بولدک قندهار حمله هوایی انجام داد. طرف افغانستانی گفت این حمله به خاطر از این پاسخ داده نشده که امارت اسلامی افغانستان حرمت هیئت مذاکره کننده افغانستان را پاس می‌داره و به اون لحاظ واکنش نداده. اما با تکرار و بارها از زبان مقام‌های ارشد امارت اسلامی افغانستان شنیده بودیم که در صورت تجاوز، هر گونه تجاوز و هر گونه حمله و نقض حریم هوایی و زمینی افغانستان مشخصاً حمله خواهد کرد و واکنش نشان خواهد داد. درست. حال حاضر مشخص همینجاست که مذاکرات پایان یافته. درست. شکوهمند، خودت خبرها را دنبال کردی. این خواستهای غیر معقول و غیر مسئولانه هیئت پاکستانی چی بوده؟ میشه بر ما بگویی؟ خواستهای غیر معقول و غیر مسئولانه آنچه که از طرف امارت اسلامی افغانستان عنوان شده از طرف پاکستانی این بوده که پاکستانی ها به دنبال این بودند که امنیتشان را در واقع امارت اسلامی افغانستان کنترل بکنه، به این مفهوم که تحریک طالبان پاکستانی یا TTP را باید ابتدای کار اونا را کنترل بکنه، دست از حمایت برداره. آنچه که از سوی امارت اسلامی افغانستان رد شده و پیوسته گفته شده که امارت اسلامی افغانستان به هیچ عنوان گروه های حراس افغان را نه تربیت میکنه، نه حمایت میکنه و نه اجازه میده که در واقع از خاک افغانستان و علیه از اونا برای کشورهای دیگر استفاده بکنه. به هر حالش پاکستانی ها خواست و درخواستشان این بوده که افغانستان تحریک طالبان پاکستانی را در خاک پاکستان کنترل
کنترل بکنن و در واقع تأمین امنیت به حیث یک پلیس در خاک پاکستان بکنن. آنچه که از سوی امارات اسلامی افغانستان یک مورد غیر معقول و غیر منطقی دانسته شد که مشخصا هم همین گونه است. هیچ کشوری نمیتونه، مسئولیت نداره، وظیفه‌اش نیست که تأمین امنیت کشور دیگری را در خاک خودش بکنه. بحث دیگری که از طرف خواجه آصف و مقام‌های پاکستانی مطرح بوده اویی بوده که گویا تحریک طالبان پاکستانی از افغانستان حمایت میشن و حملاتشان را اجرا میکنن، در حالی که نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستانی در یک نوار دیداری آمد و حضورش در خاک افغانستان تکذیب کرد. گفت او در خاک افغانستان حضور نداره و حمله هایی که میکنه بر علیه نیروهای پاکستانی در خیبر پختونخوا یا در هر منطقه دیگری از پاکستان مشخصا از خاک پاکستان طرحریزی میشه. اینجاست که اون غیر مسئولانه و غیر منطقی و غیر معقول خواسته هایی که گفته میشه از سوی امارات اسلامی امین هستند که تأمین امنیت پاکستان از طرف امارات اسلامی افغانستان. درست. سپاس از خودت شکوهمند. قطر و ترکیه هم به اساس گزارش ها از تعیین تاریخ تازه برای ادامه گفتگوها و مذاکرات دست کشیده. آیا ای بار ترامپ وارد میدان میانجیگری میشه؟ چون پیشتر هم اشاره کرده بود به مسائل بس میانجیگری میان افغانستان و پاکستان. خب مشخصا این است که میانجی های اصلی میان کابل و اسلام آباد که ترکیه و همچنان قطر بودن چندین مورد وقتی که پاکستانی ها رفتار غیر مسئولانه، رفتار غیر منطقی و در واقع رفتار غیر دیپلماتیک میکردن، تلاش میکردن تا طرف پاکستانی را به میز مذاکره وادار بکنن تا برگرده. در همین دور دوم که در استانبول هم برگزار شده بود، طرف پاکستان پس از این که به اون خواسته های غیر معقول را ارائه کرد و از طرف امارات اسلامی افغانستان پذیرفته نشد، خواستند تا میز مذاکره را ترک بکنن. اما این استانبول و ترکیه بود که در واقع پاکستانی ها را وادار کرد تا یک بار دیگر وارد میز مذاکره شوند با طرف افغانستانی پای سخن و صحبت بشینند. اما این بار که پاکستانی ها بار دیگر از مذاکره سر باز زدن و در واقع با اون خواسته های غیر معقولشان وارد میز مذاکره شده بودند، بعد وقتی پذیرفته نشد ترک مذاکره کردن، دیگر امید از طرف قطر و ترکیه هم نسبت به حسن نیت پاکستان از بین رفت و این بار هم ترکیه و قطر دیگر تاریخ مشخصی به خاطر برگزاری مذاکرات تعیین نکردند. اینجا بود که قبل از این مذاکرات دور سوم صحبت‌های از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنیده بودیم که گفته بود در جریان هست که حالا تنش میان افغانستان و پاکستان وجود داره. حتی در موردهایی که جنگ و درگیری هم شده بود گفته بود آقای ترامپ که حل کردنش برای آقای ترامپ یک کار ساده ای هست و او با امو دایه‌داری خودش که چند تا جنگ در جهان متوقف کرده و با آتش بس رسانیده که مورد بحثی هم داره، این که آیا مشخصا دست ترامپ در این بوده که اون آتش بس ها تامین شود یا خیر. خب به هر حالش آقای ترامپ گفته بود میتونه این مشکل را هم حل بکنه. اما انتظارها این است که بار دیگه درگیری و تنش ایجاد نشه. خب آقای خواجه آصف گفت تا زمانی که از افغانستان حمله یا پاکستان صورت نگیره که طبعا نمیگیره، چون امارات اسلامی افغانستان متحد است و بارها تاکید کرده که نه خود امارات اسلامی افغانستان این کار را میکنه و نه هم به هیچ گروه، فرد یا جناح اجازه میده تا از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر عملیات انجام بده و حمله بکنه و در واقع حمایت هم از گروه‌های حراس افغان و تروریستی نمیکنه. امیدها این است که این آتش بس که حالا غیر مستقیم تأمین هست ادامه پیدا بکنه، با وجود از اینکه من قبلا اشاره کردم پاکستانی ها در نقض آتش بس تجربه دارن و استاد هستن. به هر حالش حالا دیده شود که ترامپ یک بار دیگه وارد میشه. آیا اون خواست غیر منطقی پاکستان دلیل اصلی به خاطر برای آمریکایی‌ها خواد داد تا بیاین میانجی شوند یا خیر؟ موردی است که زمان به پاسخ خواهد داد. درست. شکوهمند اگر اجازه بدی که به موردی که خودت هم اشاره کردی که پاکستان آتش بس را نقض کرد، پیش از این وزارت خارجه قطر و ترکیه در دور دوم مذاکرات با نشر اعلامیه تاکید کردند که طرف متخلف مجازات خواهد شد. بله. خب حالا اکنون که پاکستان آتش بس را نقض کرده، مجازات این نقض چگونه باید اعمال شود؟ آیا اعمال میشه یا خیر؟
خب این است که مشخصا یک میکانیزم و یک ساختار نظارتی برای این که باید بر ناقض آتش بس اما مجازاتی که مد نظر گرفته شده تحمیل شود و تعمیل شود. اما حال حاضر که آتش بس تأمین هست، گویا اهرم فشار و اهرم اجرایی هم دست میانجی ها که حالا قطر و ترکیه باشند نیست. به هر حالش امیدواری ها بر این است که آتش بس بار دیگر نقض نشه و اگر بار دیگر این آتش بس نقض شود احتمالاً که فشارهای جهانی بر طرف پاکستانی، چون اونا غیر منطقی خواستهایی دارن، افزایش پیدا بکنه و این در واقع پاکستانی ها را مجبور بکنه تا تن به مذاکره یک بار دیگر بتن و در واقع اون خواسته های غیر منطقیشان را دیگر بازخواست نکنن. سپاس از معلومات خودت احمدشاه شکوهمند، همکارم از استودیوی دوم. پایان خبرهای این ساعت از یک. وقت بخیر، خدا نگهدار.